خیلی خواب کنیم جاشته افسانه نمیدونم چی با چی خیشید که خودش تو باعث افتاد که بره سرطان حقیقت داره یا نه؟ اگه شب روز بگو بستاد من برنامه بود کردم برو میام زورا با شو نمیسی جنگ میزنه دزل بیو فیت کنی خواب کاکای تیمور نکشو ما تنیست گفترسم خب اگه با این گپ شما گفتنه ما به وجدانه سلام علیکم سلام علیکم خلاکه سلام علیکم خود خوبی نغزه میشه رحمت سوزا که کورو سوز شکرانه الله میرو باشکرم وقت گرفتیم که دعوتت کردیم با فیلم دانشگاه مالیشی وای درس اومدم بهترینه غم ندادیم خیلی شکرانه خدا نگریختی و خیلی درس نشتگی بعد آیدی نای فوتبال کردگی من خیلی لشید ندیدم تا که کورو سوزه شکرانه خدا خوب ما هم یک هم فوتبال نبینیم تا گرد گیخ نمیبینیم زیلا باشه که خیلی قفای زندگی میدونی که بهترین که برنامه ما پرسش نم داره اگم چه تماشا کردگین نه با اوزی خیلی خرساندیم برای که دازلا اصلا ما در رپ تیجی یعنی در اوفیسی VMO کم میبینیم و چی سبب شد که پیشنهادی ما در روزی شدین شما؟ هرکی پیشنهاد تو بده دار نرجما نشتیگما گاونشه که انا برنامه ما خیلی اکا پرسش های و شما سوالایی که ما میتیم خواهش میکنیم که شما جواب بدین و مخلصایی که همه برنامه را تماشا کنن مثلا تماشا میکنن و میفهمن که همه چیزی که نشد شما فهمیدن بخوان کو همین برنامه تماشا کنن و بشین میفهمن یعنی که شما در دیگه برنامه اگر اشتراک کرده باشین اگر که شما بگن که درباره مثلا بگیم شما اگر توی مبارک خونده باشین اگر درباره توی مبارک سوالتون بتین در دیگه برنامه شما را جواب داده باشین ولی مردم میخواد که درباره عشق بگو بفهمن لیکن درباره اون نگفتگیم که ما همیشه در این برنامه میگیم که شما مردم همیشه ایا برنامه بفهمن حاضر همه که پیشنهاد ما را رد نکردی خوب میگذاریم با سوالمون خب بگویید که نام و نسب شما چیست و در کجا تولد شده اید نعمت زاده محمد قهور شهر دوشنبه در طرف باربد بهترین کی برای رپخونی شروع کردید و کی میخواهید که به انجام رسد این گونه رپخونی و شوق اگه به انجام شه خدا میدونه خیامت میدونه رپ کی وقت سر کردی برآمدنش که امر معقوله کی خداوند خودش راضی باشه بعد سر کردن رپ سال 2011 قدی خدا رحمتی وایسرز جاوید بود خب همون سال سر کرده بودیم من 3 تا خوندم قدی هر سهش قدم خدا رحمتی بود بعدی که ایولام گذشت بعد هم بس کردیم پروست او زاغت من نمیخواست که خیلی پریس رپ خون بگردم پروست از 3 تا خوندم بس کردیم سال 2011 بود یعنی سبب از دنیا گذشتن خدا رحمتی جاوید بود یا که بس کردنتون یا که چی بود؟ برای که من همون استودیا بردگی بود سال خطش میگشتم من نمیخوندم میگشتم خطش شاید یک سال یک نیم سال گشتم استودیا با استودیا گشتم جدیدم رو باش گشتم لیکن نمیخوندم یکی زاغ داد خوندم با بس کردم سال 2016 با یکی خودش پیدا شد بعد 5 سال نخوندم با سال 2016 سر کردم بهترین کدام نمودی خوراک را دوست می‌دارید؟ خوراک بسیارتر همین دوغی باشه همش ترشک تابستانه بهترین کدام نمودی ورزش را دوست می‌دارید و بعضا وقت با کدام نمودی ورزش مشغول می‌شوید؟ همین کودکی بگیم ای دوره مکتبی فوتبال نظم میدم حالا فوتبال نظم میدم تمام مشغول شوید چی؟ خیر این فوتبال اگر اگه کیف نت اگر اگه سر یا مدت 3 بار نداوم اگر هم دیگه بهترین کدام نمودی اید رو دوست می‌دارید؟ اید درستی اگر خیلی بگیریم یگان اید خیلی تو ایدی که مسلمانی که هسته میگم خیلی اید میشه میگردم اما خاطر دوست میدونم ای تک یگان اید ناز نمیبینم بلکه گشتن خیلی میرم که اید دادم مثل خونه با خونه شدن یگان داشتن ناز نمیبینم بهترین خیلی فکری شما کدام فصل سال با شما بسیارتر پسند است؟ بسیارتر زمستان برای چی؟ ما در زمستان نشیده است برای چی؟ برف ناز میبینم شما برف دوست می‌دارید؟ همین سال ایمی زمستانی سال روزی نیستین چی؟ 5 سال روزی نیستم 5 سال پیش چی نبود کی؟ 5 سال پیش دوید اومد است که خوالین گفتم برف بهترین 5 سال زمستان خوالین نرفتم زمستان ندیدم بهترین خب کدام دوست بهترین شما کیست؟ دوست بهترین ما مادرم
غیری اویلامو نشد اویلامو سوال تو میتیم یعنی دوست گفتم و رفیقایی که شما قطعشون رفت آمد دارین یا همکاری میکنی یا ایسوسو میتونین اینو چند نفر بگیرین میتونین یک کس میتونین بگین هم کسی گیره گیر من و دوستای بهتر من فرق نداره اختیار شما هم کسی که همین قطعی کسی قطع سوز هستم مثال کدومی که قدر من میدونم قدرش هم میدونم مثال اسپیا کسی او شوکی یعنی که دوستای شما بسیارن فخر جام کیش یوگن ریکل بسیاریان هر یک ور گرفتن شکش عباس شان امسی احمد یوگن چی لاتکا یوگن است یوگن براته نیست خب بعضی با نفرای هستن که مثلا شاید نامش نگرفته لیکن یکی از دوستای بهتر کدام را که گیر نگرفتن خفه نشن هر یک رو هم بگیریم مثال ما پرخص پر میشه نیست خوشبختی زندگی رو شما در کی و یا در چی میبینید خوشبختی زندگی را فقط در خوشحال بدن ده هم کدام روزم که همون خرسان باشه همون روز خودم خوشبخت سو میکنم یکیش در گشتن مثال یکون جو شب نشینی میبینه خوشبختش یکیش در خانه میبینه یکیش در ریپش میبینه یکیش در کلیپش میبینه همون روز خرسان باشه خوشبخت میشم بهترین خب در اویله چی خوشبختی را مثلا در اویله ها یا بزاتی نه یکم تشکر ما برای من هم خیلیش داده کردم خدا دیگه چی گفتی اگه برای من رس کردم یکی همه کسی در سوال میدادم میگفت که خیلی تام خرسان باشه و چند خرسان باشه کرد چی من خوشبختم هم سیزن کدام رو وقت که پدر مادر خرسان باشه برام خرساندم خب تشکر شما میخواهید که در آینده فرزند شما با رپ مشغول شود یعنی خواهش پدری شما چی استغفرالله نه خب رپ شما را چی داد که شما روزی نیستید رپ بسیار چیزا رو میگیره وقت تا میگیره یکمش ای دیگر کارو میمونه ای چیز بر اومدنش قینه بابا بسیار اگه میگن که چی باید خسته رپ که ما چی باید برای بعد رفت نه که رپ خودش هم کارو میکنه که برای بعد بره سر اونو میبره هم فرزند من دین هم خواهش دارم که می فوتبالیست کنم چی خیلی میشه نمیشه خیلی عذابم کرد فوتبالیست کنم بهترین میخواستم ای سبب اتش خطی نشید یعنی خواهش پدری شما که نباشد خب تشکر انا که بگذاریم ما گفتم بود 10 سوالی که ما شما دام میتیم 10 سوالی نوشتگیمونه و سلوخ همو گپایی که اویدی شما اومدگی یا فهمیدگیم همون سوالا را شما دام میتیم هم سلوخ بد باشه برای که ما هیچ کده بدی نمیکنیم ما اگر همین سوالا را میتیم سال دروغ باشه شما بگین دروغه اگر راست باشه بگین ها هم چیز درسته خب ما فهمیدیم که انا شما گویا که یا گنده سوم داده باشین و در گروپش و شما را گرفته باشه همیگه برسته یعنی تو بایست تو بای گروپای تو بایست نه اگر بگن که سوم داده گروپ در آمدن خطا خب چی شد که شما با گروهی تو بایست در آمدید مثلا تو بایست یا گنو زپر بود و همین تو بایست یعنی دو بچه میشه با فکرم من فکر کردم که همین سوال دو دادن کنکرنت جواب وگه نبودم مثلا من گفتم که 2016 ریپ سر کردم ریپ اول سر کردگی نبودم استودیای چی بود لایف این پروداکشن بود چی بود 46 ده نشتگی بود خیلی جا اناسشم میگن گجوران بود حتی ما میشتیم که بین هم ریپر بودم میشتیم جدا یکی کش نمی اومد کارشی امو دامی خیلی بودم با فکرم با خانه میشلوسانشون بام جا یوگین کردم اما ما نسافتم که هم یوگین گفتم برای کویادا بیاروش گفتم که هم او خیمال میرم میاروش ای تیم دادن وقت تاگ میرم میاروش رفت یوگین گرفتنی آوردن که کی اومد خطش کش اومد موسمی اومد شش شخشق کردم خفت من خیلی نخوندگی بودم همونجا از قطع یوگین خوندم اما یکم بود 2016 سر کردیم خد یوگین بود خد یوگین خوندم سو ما گفتم که کای خوبه من میشم تو مثلا تو بویس مونم همجا پارتمش فیمایل بمون تو بویس یوگین فیت تو بویس دازل گفت برو واردش و چند خپاس چی برنامه بود که خیلی نشون داد خیلی نمیدونم نشون دادم و دیدمش امور از پرشون مثال خنده کردن که چه تو بویس یوگین فیت تو بویس دازل همین گفته یوگین ممکن قهر کرده باشه و قطعش از چور بود گرفتم خیلی افسر نمیدونم چی بچی خشید که خودش تو بویس افتاد که بره دیگه نمیدونم چی با ما را نگفتم مثال بیام تو بشم اونجا میتونیم ورزی گفته که دازل قطعی یوگین رو زیاد چون یک گروپان اوزی یک گروپان بعد یگون 3-4 ماه که مثال رفت آمد بود خیلی دوستی بود اوج تو بایسیدم خب دازل سومدار است گپ راسته انشالله دازل یعنی بوی بچه راسته خدا همه را بوی کنه خیلی شش خب میدونم من با همین سوالا برای چی دادم
بسیار از نفر من سوال من میدونم که مثلا نسبت شما و شان امسی من میدونم خودم و امیر گپ اومده که برای من پریم سوال تو میتونم که شما دیگر رو بفهمن یعنی سوالم حق خودم میدونم نگاه کاکا میگن که من برای چی سوال داشتم من میدونم من سوال باید بتم برای که دیگر رو بفهمن میگن که کاروچی هم پیش وقت کامنتاری بسیار می نویسن که دازل کاره نشونه گرید میکنه برای میاجویان تو بگم کو بچه‌ش نبینی نگو برای که من میدونم برای سوال دادم خودت میدونی چند سال خاطی ما میسول داد که شباست چه خودش میکنه خیلی که گپ مردم هم میگن کو من گفتم بگیره چیزی میخوان گفتم بگیرن اکنون میگم نیست هست که من بگم مثال اگر از خود کنم اگر بگم فید مردک بوده اکا پیش گپ ده بخشش همین ایر از خودی خمون اکای شباز خمون را بیشتر از خود کردگی نیستن مردک بود اگر ما یک کده باشم 100 کد ایدیو من گفتی اگر ما یک کده باشم 100 کد بچه کو باور کنین گپ دروغه ما این سوال خودم میدونستم پروسته خواستم که اکای در در برنامه جواب بدم اگر خیلی همین توجیه ما میگه که مثال شخصی که обурман боша ку хатам одам рафт омад кунӣ ё хиёл мекунад ки ту влажит кардестаида хатам гаштаисти я видео да ми бигуфтага ки он амрӯз аку акай шабоз мара пул дод мара аплик кардам хона рафтам он рӯз аку акай шабоз мара проблема буд кард ба медони ма короче вақт чи фикр кардам гуфтам вой ма акай са гуфтам нахушон эмси да шогирдиш пул бита гуфтам да ба вақте ки омадам исус короче гуфтам рост бита ку акай шабоз бечора немишавай коргарон мега ай хонаш мегира закас мекуна шефтиҷира барин коргарои мара ягум авқот барин хай мебине ки агар бугиш не мисол чиха ямште мехрос ягон ресторан ё ки трапилам набоша таксида метамайна барин рахмон худаш мера гӯй вақт мебарад хай ки чизро гуфтан шарт набуда просто омад дигар баъди омад гавда бояд мешид ҳам шахсие ки ҳамин фикри ҳами хеле чӣ мекунанд ман дошта бошум агар бо меум ки агар макай шабоз ё ген ҳами одам омада агар биган ки мисол мада дар кора агар ку ман хеле به یکم فکر میتونم اگر داشته باشم به خاطر که هست اما چی کم دیگه شما که شوازم میزنم میگم مثل اومدم خدا چیز در کوره خیلی چیز در کوره خب در برنامه ما این مینت شما اومدم که من که شواز قرض دارم قرض داره خب خیلی خوب کنیم جشن کاروچی در برنامه ما یک بای نو درآمد کاروچ یک سوال نو درآمد نمی همین سوال من با یا میروه یا مثال من میدونی چه گم مرسدس یا BMW مرس خانه یا ماشین خانه عروس یا خر عروس بدونه برای چیه برای خاطر شوق‌آور شدنش دلچی بره قشلاق یا شهر قشلاق شکراب یا ششلیک شکراب بهترین باران یا شان شان یا یاگین هر دو یادشه چی اکی خیلی سوال؟ این برنامه را خیلی درآمد دو بار میتی سوال کنی شان یا یاگین دو بار اگر با شرط تو بگو خب شان یا یاگین شان یه بار دیگه شان نه کرد کو یاگین نکی دو بار گفتم خب شان یا یاگین بهترین گام نیست از رحمت نه مسئله باتل داکا برای چی؟ دازل باتل نمیکنه یعنی باتل کردگی یا بار یک مهارت قطعی باتل نشون دادگی که او زیبنده نبود برای دازل او وقت که ما باتل برامدگی بدم او وقت نه باتل بود نه وقت دازل بود من یادم روی تلویزیون بود روی اکران بود سال 2016 بودم من یا 17 بود که من اونجا خوب خوندگی باشم یا 10 یا 11 خوندگی بودم همه خیلی چقدر از ذوق داد مثلا یکم باتل خیلی اومده بودیم لند آمان جونز بود در وطن بودم خیلی بچه اومدیم مثلا وقت لند چی می اومد اسپی می اومد اسپی دا میشدیم وقت خودش شاگرد ابد بود بفکرم خیلی چی نبود خیلی رفت اومد بود مثلا میروش خطی چیناس بودیم اومدیم کاروچی قطعی اونه قطعی امسی شوری که لانکا پانک قطعی اومدیم مثلا شیشتن کاروچی خیلی باتل گذاشت بعد چند کمی یک کودک دیگم جوان بودم گروه چی بود گفت که اکا باتل بریم فتیم من نمیفهمم بیا بریم خیلی من برم بعد که باتل نمیسول لبو چی میاکو ما گپ پروسخی گپی که بزب میگن کو نمیفردم عصب نمیفردم با من خاطر گفتم دفع که باتل اگر میلیون بودم باتل نمیبرم ای سبب باشه میگن که مثلا
غیر همین سیمیانه که میرسن مثلا چه خیلی نه اگه توار خیلی گپ ما کی ما خیلی گپ میگه برکو نیست من خیلی گپ برام خاطر ما باتل نمیبرم یعنی شما را وجدان تو نمیمونه همین خیلی بگم میشه خب اگه با این گپ تو شما گفتنه ما به وجدانه نه خیلی شما گپ دا به وجدانی کنه ما نمیخوام چیزا نمیبردم که کس ما گپ پس بگم مثلا تیم یعنی هر کس هر خیلی ما دا نمیفهمم چیز من خاطر باتل نمیبرم و که یک پیشنهاد از طرف ما اصلا که نوازی گپ دا که بازو خیلی میبرم زنگ میزنم چه باشه میام خب فیتا یکه فیت باید شوانه که اول نمیدونم کم تر مثلا خب گو سیریون فیته ما هاج فیتا باید اسپید نمیخونده ما خدا زورا با شو نمیسی زنگ میزنه دازل بیو فیت کنی نه ما گفته که شما یه هفته شد گفته استان بشورش ده دوره فیت کن نشتک ده سوال ما دکا جواب میدید نقص بشی چی سوال دو دادم چیزی دادنی بده چیزی دادنی بده بعد باتل چیزی گفتنی بده نه مسئله باتل دا بود پیشنهاد دکا پیشنهاد نه شبه که ما از رپتیجی دا کور کایستم که و ما یکم چیز رزولتاتیو نیکنم فرق نداره که چون را میبینن مسئله مبلغ شه شما را 5000 تومان اگر که پیشنهاد کنیم و بگیم که خب قطعا یکم باتلری خیلی نامدار باتل کنیم میکنیم نه چند سوم دا میکنیم یکم سوم در کار نیست بوی که خدت نشتیک سوالی نوبتی هم گپ داد چی رپتیجی سوم رول نداده کامشون تا تو میگی رپتیجی تا 5000 نه نگاه قبول گپت شما 2 سال پیش با فکرم قطعی هارد مورد هفته گرفته بود این اگر تو پیش گردن 10 سال پیش بله 10 سال پیش هم اگر باشه ما یک 3 ماه شد کار در اومدم خب 3 ماه پیش چیزی شدگی باشه که اودا ما جوابگار نیستم یعنی که ما حاضر که رژیسوری رپتیجی تو هم 3 ماهی کشیدگی ما هم دا جواب میتیم که کی پولش موندگی او را پولش هم میبریم میتیم کی نموندگی یکم چیز دیگه ای 3 ماه پیش اوست اودا ما جوابگار نیستم که برای که من نو 3 ماه شد کار کردم در کار نیست نه باتل نسوم بعد نسوم تو نختم خب از رحمت که سوالی نوبتی ما برای چی در همه مثال نمی در همه جاها دازل قطعیوگی نیست و بشیم تریکوشون هم اگر برویا دیر می برویا نو دازل های تو بایسای خیلی بگیریم خیلی چی بگیم میره یوگین خودش ریب نخونده است اما چی میشه فکر میکنم نیدام نه فیتون برو ماده بود ما فقط بگیم فیتوی خیلی فقط چی بود هم عشق بگو بود فقط عشق بگو دو بود بعدی کارش همی یک اگر پاپال شو اگر اونجا بشینیم اگر خیلی یا که شهرداز کار کرده است هم به کار شو میکنیمش از باید اگر باید بروی بنزدیکی اما رجدا داریم که اگه خوب بیام رفته که بیام میشه وقتی اگه خوب ریکل همش ختم میشه خب کدام رپ شما رو مشهور کرده است مثال هر سال ده هر کدامش فکر میکنم ده بگیریم مثلا 2019 و 2020 خوب بیاد تو یکات 2019 خوب بیاد تو یکات 2020 چی 2020 سال هیچ نکردم فکر میکنم در 3 سال شد عشق بگو رفته است عشق بگو سال 2019 بود آخرانش سال من خب ای ترکای فیل بگم خاطی یوگنم عشق بگو را گفتن سالنی بسیارتر من خب میدونم که در چند کانالو بده با من خدمت گفتم که دلیل چون که سال 9 میلیون نبود حتی اگر کیم خب بگم رفتگی بود قطعی کی بود کش قطعی لیلا اگر بدونی اگر 1 میلیون بود اما مینوس افترس کی دلیل چی سال 2017 بود یا 18 خب نفری را که شما مثلا رپوی خودتون هم میبخشین مرجانه گفتنی آدم اساسی واقعی داره یا نه داره یعنی داشت مثلا گذشته داشت داره ما تنسو گفترسم کمال یکو برده ترکون نمونه گرفته فرقش هم چشم سیاه تر البا که از میدونه کیه خر کیه؟ خر چشم سیاه چی دون کیه نامش نگرفته که میدونم که چشم سیاه یک از هست آخه من پروش داریم برای دقت جلب کنی مردم میخونم کم دقت جلب کنی من خواب کاکای تیمور را نکشو خیلی تمام اگر دیشته اگر بگذاریم وقتی سوالهای خمونه که الان که سوالهایی که دوامش بود خب معنای دازل چیست و این امی تخلص را شما را کی مونده است؟ سوال معنای دازل من دیدم که در چند جو هر خیلی چیز داره مثال فرانسوز که خریدم مثال
магазинной парфюмерия дига чизо дазл мондагӣ. خب درآمد پارفیم هم چیزی پارفیم. خب شما با کدام نیت موندگی؟ اینا مثال سال دام گفتم که سال 2011 بود با قطعی هم خدماتی میشم بریم دیوانم کردم میگم. سیو شما دام بگی ما کار دارم. وقت برای چی دازل بسیار ابتیجی نمیه؟ آه تست کن. خب چیه؟ سال کجا بودیم؟ برای چی دازل؟ 2011 سال قطعی هم خدماتی واسطرس جوید خد بود که از گفت واسطرس عزیز. عزیز؟ آه. مشکل. وقت با هم کارلیان دیسی بود چی بود همش. کارلیان هم دعوت. بعد دیگه عزیز واسطرس بود و هم خیلی اندرگراندای مش خاطر رپ هم همش جو بودن. سو وقت او دو تا بوز میکرده. همون وقت شده دو تا بوز میکرده. اما یکم رپی که ما گفتم میخونم که همون عزیز گفت که مثلا من گفتم ما این سکروف میمونم که میخونم سیسه. گفت دافت که چیه ماستر سلوف مثلا خوند کروف خیلی سونا میشه گفت که ما ترک ما گفتم که اندرگراند میخونده امو اندرگراند گفت بیا بنویس ما میخونم سلو باش هم گراند بخونم خود نمینویسم مینویسم همونجا گفتم بخونم گفت که بیا دازل نونه برای گفت که معنیش چیه؟ معنیش من گفتم چیه گفت که هم کاروچیه هم دو تا دبوز میکنی دو تا دبو چی بود که هم جاک خیلی شمشیر زنای خیلی تیپا جادوگر بود دازل بود فهمیدی؟ دازل هم داشت. اصلا همونجا گرفته. خب نیت یالیش کردن نداره؟ نه. تمام. تشکر زیاد. در حیات با کدام حادثه های غم انگیز روبرو شده اید یکی از آنها رو با ما نقل کنید. غم انگیز؟ کمتر هم باشه قلم. غم انگیز اولی کردیم بود. اولی کردم نه؟ همونجا تازه رب دیگه. سال پام مایب شدگی بود بعد ماشین خدم نبود آپل استراتژی که اصول استراتژی بود تیکش کردگی بود. خب سوال نوبتی سرطان حقیقت داره یا نه؟ من سوال در یگان چیوان دادم جوابش نمیدم. انتخابش ما کم یگان میشم بگیم برای که برنامه ما یک صحبتی آزادانه صحبت میکنیم این انتخابش ما. خب میگم با برنامه‌تی هم سوالی که وجود دارم کو تو غم انگیز همین با خرسندی شکی کدام حادثه خرسندی شما میتونید نقل کنید که دایاتون میرسه و شما به حد خرسند میشی. خرسندی مثال ازدراج فقط روزی هم توی ما. روزی توی؟ تمام. که سبب که با میخوام با خرسندی با زور فرزند باشن که خیلی ازدراج تشکیلونه خدا بگم هست ولی میگن که شیرینی فرزند نبینه سکور همیشه یعنی هم چیزی داریم تمام بهترین و ما خداوند امید داریم ان شاء الله که میشه و همش دازل خودش رو در رپ یکی از رپران مشهورترین گفته میتواند هیچ نمیتونم یعنی فکری شما ایدی خودتون مشهور گفته نمیتونم برای که مشهور شان میگن مشهور میدونی که نفرایی که در برابر رپرایی که و تکرار نشوندن در مثال میگن که شان امسی بارون رایدر نه خیلی میگن نمبر 35 خیلی نمبرش نمیگیرن کو با یک نام میختم مثال برای کو همه آدم مشهور بگی مثال خیلی چخمه تیپا کارول وری که اون زویزده خیلی گلاونی عین هول بدنده مثال آیو دخته بلوتر بدون نه نگی خیلی باین مثال یوگین دیگر ده ها میتونه وقت بهترین خب چند قضیه در حرکت کردم من نمیگم نکردم بهترین سوال دیگری من پرسان اگر بگن ماریو خچا یگم رپر مشهور میدونم میگم ها برای کاست مام دا باینم چکوری اویو کردم من کردم نو ورسر مخلصم میشه بله انا کام سوال همین سوال با دیگه خیلی ترکش دازل خودش رو در رقم یک گفتم میتواند نه خب دازل کدام رپی توجیگ رو رقم یک میگوید کدام رپری توجیگ رو مثلا فقط همه رپر رو دیگه مثلا رپری کدام رپری توجیگ رو رقم یک گفتم میتواند من شون گفتم میتونم شون امسی تشکر خب از همه رپری دوست داشته شما در تاجیکستان کیست شما میتونید یک چند نفر رو انتخاب کنید یک کس کی لبرون کی لبرون بهترین وقتی که همین سوال ما میتیم در اشتراکچی من باید خواهش میکنیم که همون رپری دوست داشته که لبرون گفته مثلا ای همون 4 میستر رپ خونم خب من چه بگم نمیدونم من خود من نمیدونم از این знакомый чувства هم خیلی نکی لبرونا گوش میکنم مثلا چه که گوش میکنم یوگین ریک مثلا کیش شون گوش میکنم نکی ایخه بگم که هر یک چیزی او میبره که من گوش میکنم تو 10 بار 15 بار گوش میکنم لبرونا رو میخونم کارش میدونی چی هست کارش چی اسمون چیم چی خونده گم پرپیو هم خودش پرپیو میزنه پرپیو فیزی میزنه با باش در رپ
خیلی استیلی خیلی نمیشه. یعنی به شما پیشنهاد است. در جدای خودتون با کدام رپران رقابت میکنید؟ همش قطعه. واقعا دروازی بوده که چه همش قطعه؟ همش قطعه. سبب؟ من مثلا از کسی گفت فاضل بود و فکرم فاضل کسی گفت چی باید جایی در کلیپ افراد بکنی که هیچ که کلیپ کردگی نباشه. من خیلی خدم این وقت چیزی که کسی کردگی نمیفرام بکنم. وقتی اگه دخترم اون کلیپ داشته استم میگم که بیون اون را بکن میگم نه کلیپ. خب در سوال میتونم که مثلا شما گفتید چیزی را که من دیگه کس کرده من نمیخوام بکنم برای چی ایده ای که یکم امی کردگی بود شما کردین مثلا چی کرده بود؟ شما ایدی مخلصاش میخونه کو چی نام داره وای نام ها برای چی شما هم نام ها کردین؟ درخواست بسیار شد. خب این همون مسئله است که او کردگی شما هم کردین. نه چیزی که بسیار ما برای کانالم در کار بود. که با کانال من در پادپیسی مثلا اکتیو نبودنش همین چیز طلب میکرد. همین چیز استفاده بردم. همین چیز انا ایتاگی خیلی بگو که ما جایی که کلیپ میکنم یا که چی را ویبر میکنم اینا مخلص نمیتونم که من دا گفته که همین چیز حتما بکن. انا مورا سوسرا شما باید که خودتون. این چیزی که ترکی که ایده که ام بی بود مثلا او برای کانال ما اکتیو کردن یا که پادپیسی دادن همین چیز. وقتی میگم ایده ام بی مور هممون میتونیم بکنیم. بهترین آخرین سوال ما هم میایم. نشد اکه دودی خدا چی گفتن ما هم آدم خیلی سوال میتونم آخرین سوال. شد دودی خدا. شد دودی خدا هیچ گفتن نمیتونم. برای هیچ گفتن نمیخوام. من طرفی بعدیش بگم طرف خوبیشه. اول بعدیش بعد خوبیشه. طرف خوبیش میدونی چی کداگه خوبی هم کداگه که مثلا رپ نبود. مثلا هم تیت به جام کرد مثلا رپ هم مثلا کام. ما را تیت کردم. آورد سوس کرد. بود کردم خونه را ندارم اومده با هم خونه را چپا کرد. خودش چپا کرد میگه. خودش بگم چپا کرد آخه. میتونه با شما میتونه با جام کنه مرا. نمیدونم بفکرم نه دیگه نه؟ هر که پایچی خچه نمیاد اگر دوباره بگه که بیونم مثلا اگه چیکار میگم نه در کار نیست برای که همه چی دایا برشت هم میخری. مثلا من چی دایا خدا سخت است که مثلا هم وقت که هم برای پفتا گرفت ما چند بار زنگ میزنم که برای پفتا که ما دستم در کار نبود. پروسه مرا دوستم خیلی ساگاپای دوستو ساختن میرسید که مثلا فلانی گرفت نه دیگه گرفت میره چت نمیگیری. من زنگ میزنم گفتم بچه همه گرفته هم برای پفتا را بگیرم. که من امور پفتا را گرفتن مرا با فکرم همش میدادم من بگیرم ببرم قطعا کسی باشم چه تقسیم میشه. درسته که شما پفتا میگرفتین وقتی را میگفتین در ابتدایی صرفش که یا پیشروی شوم میگم درسته؟ من با کارش ما بگم رپ هم چیز نه رپ در اونجا نه رپ پفتا در کار بود نه هیچیش. من پروسه کم خشکی بگم که دیگرو گرفت ترام تو گرفت انا دیگرو میگه که مثلا هم گرفت ترام مثلا نداد مثلا حرمت نکرد که مثلا مهنت که کدی من مثلا اگه ها بود که ما وجود فقط میخواستم که تاپ دا باشم فقط همون پنجگان تاپ دا باشم. یعنی اگر که ما طرفی خوبیش بگیریم رپ جام کردمش نه از طرفی بعدیش بگیریم قدرش ما را ندونست یک مدت بعد بعدی که کرد ما همین خاصی بعدیش نمیاد که مثلا اگر همونجا میکردم که من رپ پفتا را هم میدونم که رپ پفتا را میبرم هم که همونجا کسی بود قطعش همونجا میدونم تقسیم شه که اما در کار نبود مثلا همین چیز که خیلی میگذشته صلوات. خب اخیرا خواهش ای سوال نیست خواهش ما با همه هم اشتراکچو کم جمع میشنن موقع چون صحبت میکنیم موتیواسیونی سخن میگن کنن یا سخن بگن که هم دم هم در تماشابینان یک فایده خچ برسونم سخن میگن کو خیلی سخن موتیواسیونی چند هم نجات کردم جان ای فکری ختون چیزی یک تا گفته سمام گویا سه چهار تا برای خیلی سه چهار تا بگو که فراتا یک تا بگو اختارش کردم چی سخنی موتیواسیونی مثلا تو بگو چه نمد دیگه اوید چیزی که شما را مقوله اوید لیبوچ مثلا همه دا فایده کنه اوید پا اوید دست اوید زندگی اوید پدر اوید مادر اوید احترام اوید روسیه اوید قبرستان اوید لوبوی چی مثال هم قدر گفتنیم که همه دا چی رپره چهره برنج لوبویش اول قدر خودش مثال بدونه خودش حرمت کنه با جای خودش بدونه جای خودش بدونه